این صحنه بود. این صحنه الان سیلوا مصدوم میشه و بازیکنای استقلال توپو بیرون نمیزنن، یعنی بازی رو ادامه میدن. اینجا حالا میگیم خب شاید مثلا عقب میخوان دربی رو نبازن یا هر چیز دیگه. سروش رفیعی توپو میگیره و توپو میزنه بیرون. فکر می‌کنیم بعدش چه اتفاقی میفته؟ خب چه من تو بدم به پرسپولیس. جواد نکونام از ابوالفضل جلالی میخواد صداش نه میگه توپ رو پرت کن بازی رو ادامه بده، یعنی بازی جوانمردانه هیچ ارزشی برای جواد نکونام نداره و اینا توپ رو پرتاب میکنن و اتفاقا موقعیت گل میشه. یعنی اگر که گل توپ رو سیو نمیکرد میتونست که بازی به تساوی کشیده بشه و با همین نتیجه تساوی هم به پایان برسه. میخوام بگم که رویکرد متفاوت به فوتبال و اینکه واقعا ارزشی نداره شما بازیکن خودتون روی زمین افتاده شما بازی رو متوقف نمی‌کنید، شما تیم خودتون. اما تو نقطه مقابلش می‌بینیم که همونجوری که شما گفتین آلیشا اواسط نیمه اوله دارن به رامی رضاییان سنگ میزنن، میاد اینجا از هواداراشون میخواد که یعنی خودش رو سپر میکنه که آقا اگر داری میزنین به من میخوره بشینین. یه حالت همون تو یه حالت تحکمی هم داره. همین صحنه اون وقت اتفاق میفته که خودش میخواد بره کورنر بزنه، اینجا بهش توپ میخوره، یعنی اون بوترینا میخوره و داره دلجویی میکنه از هواداران استقلال با اینکه هنوز پرسپولیس نبرده، یعنی اصلا هیچ نه جلوه نه هیچی، بازی مساویه.